سید محمد حسین بهجت تبریزی که ما همیشه اونو با اسم شهریار به یاد داریم، بعد از تحصیلش توی مکتب‌های تبریز به شعر و ادبیات سعدی و مولانا علاقه‌مند شد. سال 1303 وارد مدرسه پزشکی شد و به خاطر نداشتن علاقه و اتفاقات عاطفی که براش افتاد پزشکی رو رها کرد. شهریار عاشق ثریا دختر یکی از فرماندهان دربار احمدشاه بود، ولی ثریا اون سالها مجبور به ازدواج با چراغعلی حشمت پسر عموی رضا شاه شد. 10 سال بعد شهریار به خاطر بیماری عازم تهران شد و ثریا برای عیادت به بیمارستان رفت. شهریار هم در بیمارستان این غزل معروف رو براش آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا بی وفا، حالا که من افتادم از پا چرا. شاید اگر غم دوری ثریا نبود، غزل‌های معروف شهریار هیچ وقت روی کاغذ نمی اومد، با سازش عاشقی نمی کرد و شعر نمی نوشت. 27 شهریور سال 67 شهریار به خاطر بیماری ریه توی تهران از دنیا رفت و این روز رو با عنوان شعر و ادبیات پارسی به خودش اختصاص داد.